طبق چنین ارزیابی چه تعدادی از اهالی تاجیکستان کمبیزاعت دانسته می شود؟ The latest numbers that we have were from 2015, and about 20% of the population. آخرین آماری که ما در دست داریم از سال 2015 می باشد. آن زمان 20% اهالی تاجیکستان زیر خط فقر زندگی میکرد. ولی باز هم تاکید میکنم که حکومت تاجیکستان از دیگر معیار ارزیابی استفاده میکند. حکومت تاجیکستان سال 2017 برای تصویب برنامه مبارزه با فقر معیار دیگری را قبول کرده است و طبق ارزیابی حکومتی آن زمان سطح کمبیزاعتی برابر به 29% بود. با این دلیل آمار سطح کمبیزاعتی حکومتی از ارزیابی ما بیشتر دانسته می شود. سبب فرقیت باز در آن است که ارزیابی حکومت تاجیکستان برای برآورده ساختن نیازهای ملی تاجیکستان مطابق کرده شده است. معیار $3.10 بانک جهانی بیشتر نحوه فراملی دارد. چنین شکل حساب برای آن ضرور است که بانک جهانی تواند فرقیت میان کشورهای مختلف را معین سازد. پس حکومت تاجیکستان چی اقدام‌های را باید روی دست بگیرد که همکنون طبق شکل نوی ارزیابی سطح کمبیزاعتی در کشور را پایین ببرد؟ تجربه ما در کشورهای مختلف گواهی می‌دهد که عامل اساسی در پس کردن سطح کمبیزاعتی معاش ساکنان می باشد. یعنی معاش کارمندان باید افزایش داده شود. یا به اعتقاد من تأسیس جایهای کاری ضرور است که برای انسان درآمد خوب آورده تواند. این امر می تواند در راه ادامه با سرعت پس‌شوی سطح کمبیزاعتی در کشور و در نهایت از بین بردن این ظاهرات مساعدت کند. یعنی حکومت تاجیکستان هنوز برای گزارش به نحوه نوی حساب تصمیم نگرفته است؟ حکومت تاجیکستان حسابی سطح کمبیزاعتی را طبق مشورت‌های قبلی ما انجام می‌دهد. بانک جهانی علاقه‌مند است که به هیچ کشور نحوه جدید شمار کمبیزاعتی را مشورت دهد. زیرا چنین ارزیابی باید با در نظر داشت شرایط هر یک کشور و ظرفیت‌های آن انجام داده شود. در آینده نیز بانک جهانی به تاجیکستان در راه کاهش دادن سطح کمبیزاعتی کمک می‌کند. ولی پافشاری نمی‌کند که محض از روی چنین معیار تعداد کمبغلان حسابیده شود.